سلام. امروز در رابطه با عفونت دستگاه ادراری با بر شما صحبت بکنم. دستگاه ادراری که شامل کلیه ها و حالب ها، مثانه و مجاری ادراری هستش. اگر توسط باکتری ها و میکروارگانیسم ها آلوده بشه دچار عفونت میشه و در حالت عادی دستگاه ادراری که ادرار تولید میکنه، ادرار آلوده به باکتری و میکروارگانیسم نیستش و توسط باکتری ها و میکروارگانیسم های خارجی هستش که وارد دستگاه ادراری میشن. ادرار آلوده میشه و همچنین دستگاه ادراری به این باکتری ها آلوده میشن و این باکتری ها اونجا رشد میکنن و کم کم کلونیزه میشن و عفونت دستگاه ادراری رو ایجاد میکنن. و کلا دستگاه ادراری که وظیفش تولید ادرار و دفع مواد زائد و سمی بدن از طریق تصفیه خون هستش و باعث میشه که آب و مواد زائد بدن که مهمترینشون اوره و کراتین هستن از بدن خارج بشن. این وظیفه دستگاه ادراری هستش و وقتی که میکروارگانیسم ها وارد دستگاه ادراری میشن باعث میشن که عفونت دستگاه ادراری ایجاد بشه. شیوع عفونت ادراری در جامعه جزو بیماری‌هایی هستش که شیوع بالایی داره، خصوصا در خانم‌ها. شیوع عفونت ادراری بیشتر از آقایون هستش به خاطر آناتومی دستگاه ادراریشون شیوع بیشتری دارن و از بین باکتری ها و میکروب ها باکتری ایکولای عامل 90% عفونت های ادراری در کلیه افراد جامعه شناخته شده توسط سازمان جهانی بهداشت. یعنی عامل 90% عفونت های ادراری باکتری ایکولای هستش. حالا در رابطه با علامت های عفونت ادراری برای شما صحبت میکنم به طور تیتری. بار اول میگم اینکه تکرر ادرار و همچنین سوزش ادرار یا درد در هنگام دفع ادرار، قطره قطره ادرار کردن و بی‌اختیاری ادرار، اینا علامت هایی هستن که نشون میدن که فرد داره عفونت ادراری میگیره و همچنین ادرار فومی، ادرار بدبو و ادرار کدر، اینا همه علامت عفونت ادراری هستن. به اضافه درد و کرامپ در ناحیه شکم و پهلو و همچنین درد سنگینی در ناحیه کف لگن و تب و لرز و تب و استفراغ و گیجی و خستگی که اینا همه به ترتیب همزمان که عفونت ادراری در دستگاه ادرار پیشرفته تر میشه علامت‌هاش هم بیشتر میشن و همزمان این عفونت ادراری از سمت مجاری ادراری میره به سمت مثانه، میره به سمت کلیه ها و همینطور اندام‌های بیشتری رو درگیر میکنه و بنابراین به خاطر همینه که میگن عفونت ادراری در همون مراحل اولیه باید درمان بشه تا جلوی پیشرفتش به سمت مثانه و کلیه ها گرفته بشه که موجب تخریب کلیه ها نشه و درمان سریع عفونت ادراری توصیه میشه. و حالا که راجع به علامت ها دونستیم، حالا در رابطه با تشخیصش صحبت میکنیم. خب بعد از شناختن این علامت ها وقتی که بیمار به پزشک مراجعه میکنه، پزشک توسط معاینه فیزیکی و یک سری آزمایشات هستش که عفونت ادراری رو تشخیص میده. مهمترینش آزمایش ادراره. آزمایش ادرار از نظر وجود خون، وجود گلبول‌های سفید و همچنین از نظر وجود لوکوسیت استراز و همچنین کدورت ادرار و وجود باکتری مورد بررسی قرار میگیره و اگر در آزمایش ادرار وجود باکتری ها ثابت بشه یا گلبول‌های سفید ادرار بیش از حد نرمال برای فرد شناسایی بشه و تعدادش بیشتر باشه، آزمایشی به نام آزمایش کشت ادرار هستش که توصیه میشه و این آزمایش کمک میکنه که نوع باکتری که باعث عفونت ادراری شده شناخته بشه. وقتی که نوع باکتری شناخته شد، حالا توسط یه آزمایش دیگه به نام آزمایش آنتیبیوگرام، بهترین آنتیبیوتیکی که میتونه اون باکتری رو از بین ببره شناخته میشه و
با توجه به این آزمایشات پزشک آنتیبیوتیک مناسب رو برای درمان عفونت ادراری تجویز میکنه و بدین ترتیب هستش که اون باکتری توسط اون آنتیبیوتیک هایی که لازم هستش از بین میره. آزمایش‌های دیگه‌ای هم هستش که در رابطه با بررسی بیشتر عفونت ادراری نام برده میشه. یکی آزمایش سونوگرافی هستش، سی تی اسکن هستش، سی تی اسکن دستگاه ادراری و همچنین سیستوسکوپی. این آزمایشاتی هستند که در صورت صلاح دید پزشک برای بررسی بیشتر عفونت ادراری برای بیمار انجام میشن. و اما حالا که در حالات علائم رو داشت بیمار و به پزشک مراجعه کردش و درمان آنتیبیوتیکی براش شروع شد، بیمار حتما باید درمان آنتیبیوتیک آخر ادامه بده. بعضی وقتا با خوردن چند تا آنتیبیوتیک ممکنه علائم شخص یک کمی بهتر بشه و شخصی که درمان رو ادامه نمیده و این باعث میشه که بعد از این مدت کوتاهی نه تنها بهبود پیدا نمیکنه بلکه دوباره عفونت ادراریش هم تشدید میشه. بنابراین درمان آنتیبیوتیکی که توسط پزشک قرار داده میشه برای عفونت ادراری باید تا آخر انجام بشه و حتما اون مقداری که پزشک تجویز کرده لازم هستش برای عفونت ادراری و بیمار نباید خودش درمان رو قطع بکنه به خاطر اینکه یه مقدار علامتاش بهتر شده و درمان تا آخر باید انجام بشه. و اما حالا که در رابطه با علامت‌ها، راه تشخیص و درمان صحبت کردیم، مختصری هم راجع به راه‌های جلوگیری از ابتلا به عفونت ادراری صحبت می‌کنیم. مهمترین مسئله در رابطه با جلوگیری از عفونت ادراری رعایت بهداشت فردی هستش. یعنی اینکه گفتیم که در حالت عادی ادرار که به باکتری‌ها آلوده نیستش، بنابراین این رعایت نکردن بهداشت هستش که باعث میشه باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها وارد دستگاه ادراری بشن. بنابراین رعایت بهداشت فردی باعث میشه که دستگاه ادراری آلوده نشه. رعایت بهداشت فردی هنگام ادرار کردن، شستشو، همچنین شستشوی مناسب دستگاه ادراری، اینا کمک میکنه که جلوی عفونت ادراری گرفته بشه و همچنین رعایت بهداشت هستش. رعایت بهداشت روابط جنسی باعث میشه که جلوی عفونت ادراری گرفته بشه و یک عامل دیگه هم هستش که باعث میشه که عفونت ادراری کمتر افراد مبتلا بشن، خوردن مقدار آب مناسب هستش. به خاطر اینکه با خوردن مقدار آب مناسب باعث میشه که ادرار بیشتر انجام بشه و بنابراین مقدار زیادی از باکتری‌ها از بدن شخص خارج میشن و احتمال ابتلا به عفونت ادراری در افراد کمتر میشه در اثر خوردن آب زیاد. بنابراین ما دونستیم که عفونت ادراری چی هستش، چه علامت‌هایی داره و چطور تشخیص داده میشه و همچنین در رابطه با راه‌های جلوگیری از عفونت ادراری هم صحبت کردیم و امیدوارم که مطلب برای شما مفید باشه.